من فرمساز فراگستر هستم. فرمایی که با من طراحی می‌کنید رو میتونید در قالب بدنه نامه توی کارتابل مکاتبات استفاده کنید. یعنی فرم رو داخل بدنه نامه درج کنید، بعد یه رفتاری مثل نامه باهاش داشته باشید. یعنی میتونید اونو ارجاع بدید، تایید و امضای بقیه افراد رو روش داشته باشید، یا حتی میتونید بایگانیش کنید. مثل فرم ثبت مرخصی و مأموریت، فرم درخواست کالا یا خدمات، فرمای درخواست وام و پرداخت. من فرمساز فراگستر هستم. فرمایی که با من طراحی میکنید و میتونید تو نرم افزار مدیریت مستندات استفاده کنید، چون سند لزوما یه تصویر اسکن شده نیست. میتونه در قالب فرم‌های اطلاعاتی باشه، مثل فرم‌های ایزو، فرم‌های مهندسی، فرم‌های ارزیابی یا منابع انسانی. من فرمساز فراگستر هستم. فرمایی که با من طراحی میکنید میتونه ماهیت گردشی و ارجاعی نداشته باشه. میتونه صرفاً برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات باشه. بعد هم میتونید از اطلاعات جمع‌آوری شده گزارش و نمودار تهیه کنید، مثل فرم‌های نظرسنجی و پرسشنامه و آزمون. من فرمساز فراگستر هستم. فرمایی که با من طراحی میکنید رو میتونید داخل میز خدمت الکترونیکی استفاده کنید. یعنی فرم ها رو از طریق سامانه میز خدمت الکترونیکی در اختیار مشتریان و مراجعینتون قرار بدید. اطلاعات رو به شکل مکانیزه از اونها جمع آوری کنید و به شکل هوشمندانه داخل اتوماسیون اداریتون به گردش در بیارید. مثل انواع فرم های ثبت سفارش، ثبت نام یا اعطای نمایندگی. حالا اگه میخواین بدونین فرمساز فراگستر چه امکاناتی رو در اختیارتون میذاره، حتما لینک داخل کپشن رو ببینید.